وقتی اینجا اومد بالا این صفحه رو میبندیم. حالا من مدلی که قبلا ساختم باز میکنم. از کجا؟ این فایل اوپن رو میزنم. دقیقا کجا باز میشه؟ همون اینجا، همون فولدریه که من تعریف کردم. این فایل اول 1.c توش بوده، اینو باز میکنم. خب همین فایل من باز شد، مدل یکی که من ساخته بودم. حالا شما این مدل رو که من ساختم اینو بخواید خودتون از اول شروع بکنید، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که پارت هایی رو که توی سالید ورک ساختین اینجا وارد کنید. برای این منظور شما باید چیکار کنید؟ فایل رو میزنید، بعد میاد ایمپورت، بعد پارت، تو قسمت پارت بعد بیاین تو اینجا، باید بیاین تو اون فولدری که فایل های سالید ورکستون رو ذخیره کردید. برای من یک همچین فولدر به نام سالید بوده. توی مدل دومی که ساختم فایل ها من با پسوند XT توی فایل ها با پسوند XT سیف کرده بودم. حالا نمیدونم چرا نیستن. نه خود فولدر اباکس من در سیف کردم. ببخشید تو همون فولدر اباکسی که بودیم اینجا من 3 تا فایل دارم. اینا رو از توی سالید اکسپورت کردم با پسوند XT. کلا این پسوند XT خیلی پسوند خوبیه برای اینکه موقعی که شما خیلی سالید و اباکس رو با هم کار کنی خیلی راحت تره نسبت به پسوندهای IGS و اینا. اونا بعضا با یک خطاهای عجیب غریب مواجه میشین، ولی خب XT پسوند خیلی راحته. خیلی راحت رو هر کدوم از این پارتاتون مثلا میزنید اسپرینگ، اوکی میکنید. بعد اینجا فقط باید یک گزینه ها رو فعال کنید. یکی باید کامباین اینتو سینگل پارت رو فعال کنید و این مرج سالید ریجن که در واقع اون جاهایی رو که پارتیشن زدید توی سالید اینا همه رو میاد تو اباکس به هم متصل میکنید دیگه. مثلا جسمی که به 10 تا قسمت پارتیشن شده اینو به عنوان 10 تا پارت نمیشناسه، به عنوان یک پارت واحد میشناسه. اینجا ترجماتی که باید اعمال کنید همیناست. اینجا هم هیچ تغییر نمیدیم و توی این قسمت اسکیل هم با توجه به اینکه من سیستم میلیمتری کار کردم یا خودش میگه که شما فایل always contain unit in millimeter. من سیستم میلیمتر کار کردم. توی اباکس هم میخوام سیستم میلیمتر باشه، بنابراین اینجا عددی که توی طول های من ضرب میشه صرفا همون میلیمتر هست. بنابراین ضریب 1 هیچ تغییر نیاز نیست توش بدین و اینو وقتی اوکی کنید پارت فنر میاد. پس این شد برای فرآیند فنر. بعد از فنر مجددا همین روند رو میرین فایل، ایمپورت، پارت، بعد کدومو میارین؟ وال 1 و وال 2. اونا عیناً همین روند. وقتی شما این روند رو انجام بدید، این 3 مورد رو انجام بدید، شما توی این قسمت 3 تا پارت خواهید داشت. یکیش اسپرینگ خواهد بود، یکیش وال 1 خواهد بود، یکیش هم وال 2 خواهد. حالا اینجا نکته‌ای که وجود داره، چون که ما می‌خوایم صرفاً جسم الاستیک اسپرینگمون باشه و وال 1 و 2 دیواره‌های دو طرف می‌خوام ریجید باشن، موقعی که شما می‌خواید وال 1 و 2 رو بیارید، اون فرآیند ایمپورت پارت مثلا وال 1 رو میارید، گفتیم که این دوتا رو میزنیم. اینجا هم هیچ تغییر نمیده، فقط تو این قسمت پارت اتریبیوت اینجا باید تایپ رو از دیفورمیبل تبدیل کنید به دیسکریت ریجید، چون ما میخوایم این جسم ریجید باشه، هیچ تغییر شکلی نداشته باشه. یعنی اینو برای وال 1 و 2 اینو فعال میکنید و اوکی میزنید. پس بنابراین شما الان 3 تا پارت دارید، یه دونه اسپرینگ داری، یه دونه وال 1 داری، یه دونه وال 2. مرحله به مرحله میریم پیش. مرحله بعد مرحله پراپرتی، خواص مواد. تو مرحله خواص مواد شما تنها جسمی که باید بهش خواص مواد بدی اسپرینگه، چون اسپرینگ الاستیکه. تو الاستیک رو چجوری تعریف میکنید؟ خیلی راحت کرییت متریال رو میزنید. در اینجا تو قسمت مکانیکال یه دونه الاستیسیتی، یه دونه الاستیک ایجاد میکنید. شما برای ماده الاستیک باید یه دونه یانگ ماژولس تعریف کنید و یه دونه ضریب پواسون باید تعریف کنید. اینطور تعریف کنید. این کارو من برای شما قبلا چیکار کردم انجام دادم. وقتی که شما این بغلی رو بزنید، اینجا یه ماده من تعریف کردم به اسم استیل، اسم این بالا زدم، یانگ ماژولس رو تعریف کردم
در واقع همون 200 اینویی که 200 در بتمن نوعی که تو سیستم متریک ما داریم تو سیستم میلیمتری میشه 200,000 مگاپاسکال و ضریب پواسون هم 0.33. همین راحتی ماده شما تعریف میشه. بعد میان تو قسمت سکشن، کرییت سکشن. تو قسمت کرییت سکشن یه سکشن میسازید، یه سکشنی که سالید همگن هم هست، خیلی راحت اینو میزنید، این متریالش انتخاب میکنید، اوکی رو میزنید. کاری که من برای شما انجام دادم. دقیقاً این آیکون بغلیشو بزنید. من یه سکشن ساختم به اسم استیل که از نوع سالید هست و همگن هم هست، متریالش هم استیل هست. خیلی راحت. و حالا تو مرحله بعد این سکشن رو باید نسبت بدید به این پارت فنرتون. اونم بسیار راحت. روی قسمت assign section کلیک میکنید، کل پارت فنر رو انتخاب میکنید با چپ کلیک. وقتی که کل پارت فنر انتخاب شد اینجا دان رو میزنید، این صفحه ظاهر میشه، میگه که شما کدوم سکشن میخواید نسبت بدین به این پارت. ما یه سکشن بیشتر نداریم، سکشن استیل، همون سکشن استیل رو انتخاب میکنید، اوکی میزنید. کاری اینجا من برای شما انجام دادم. روی این بغلیه که کلیک کنید، من اومدم گفتم که یک سکشنی که اسمش استیل بوده و از نوع سالید و همگن هم بوده، اومدم اختصاص دادم به این پارت، این پارتی که الان به صورت قرمز داره مشخص میشه. پس ما خواص مواد اون رو تا اینجا کاملا تعریف کردیم. مرحله بعد اسمبلی. تو مرحله اسمبلی هیچ کاری نیاز نیست شما انجام بدید، خیلی راحت کرییت اینستنس رو میزنید. کرییت اینستنس رو وقتی که زدید اول استرینگ رو انتخاب میکنید، استرینگ اینجا ظاهر میشه، اپلای میزنید، بعد وال 1 رو اینجا انتخاب میکنید، اپلای میزنید، بعد وال 2 رو انتخاب میکنید، اپلای میزنید. خیلی راحت، چون که این اجسام رو من به صورتی از سالید ورک در واقع اکسپورت کردم که وقتی که شما اینا رو توی شبکه ایمپورت میکنید دقیقاً در همون جایی قرار دارن که توی باید باشن، یعنی همون جایی که تو نرم افزار سالید ورک بودن. اینجا نیاز نیست شما هیچ گونه قیدی اعمال کنید رو جابجا کنید، دقیقاً سر جای خودشون قرار میگیرن، چیزی که شما داری کاملا میبینید. این شما الان اینجا 3 تا پارت داری، یه دونه فنر داری و 2 تا وال داری، کاملا هم در جای خودشون قرار گرفتن، هیچ کار اضافه دیگه اینجا قرار نیست انجام بدید. بعد میایم وارد ماژول استپ میشیم. تو قسمت استپ باید تعریف کنیم که چه نوع حلی میخوایم انجام بدیم. خیلی راحت، شما روی کرییت استپ کلیک میکنید، استپ 1 همین نوع دیفالتی که از استاتیک جنرال میاد اینجا، تایمش همین یکی که هست خوبه، اینم اتوماتیک، اینا رو تغییری نیاز نیست اعمال کنید و هیچ تغییر اینجا نیاز نیست. اوکی میذارید، استپتون ساخته میشه. چیزی که من اینجا برای شما ساختم، من یه استپ 1 برای شما ساختم، استاتیک جنرال و غیر خطی هم براش فعال، زمانش هم 1، اینکریمنتیشنش هم به همین صورت و هیچ تغییر دیگه ندادم. خیلی راحت و قشنگ. تو این قسمت بعد create field output شما باید تعیین کنید که خروجی هاتون رو تو چه بازه های زمانی میخواید ببینید. کلیک میکنید، میگیم که مثلا توی تمام مدلم میخوام توی هر اینکریمنت، مثلا من توی مسئله شما چی رو میخوام ببینم، من دوست دارم توی مسئله شما دیسپلیسمنت رو میخوام ببینم، میخوام ببینم فنرم چقدر فشرده شده. خیلی راحت میام اینجا دیسپلیسمنت رو انتخاب میکنم، بعد ترنسلیشن اند روتیشن رو میزنم و اوکی میکنم. حالا چیزی که من اینجا برای شما تعریف کردم چی بوده؟ این بغلی رو کلیک میکنیم. چیزی که من برای شما تعریف کردم، من گفتم که میخوام در هر یک اینکریمنت، در هر گام حل مسئله، در تمام مدل مثلا جابجایی ها و دوران ها رو ببینم. خیلی راحت. مرحله بعد مرحله اینتراکشن است. شما باید تماس ها رو در مسئلهتون تعریف کنید. شما اینجا 3 تا جسم دارید و این 3 تا جسم با هم در تماس هستند. برای اینکه تماس رو تعریف کنید، این قسمت رو میزنید find contact pairs، اینو میزنید، بعد تو این قسمت هول مدل رو انتخاب میکنید. اینو یه مقدار خیلی کوچیک میدین، مثلا من میدم 1 صدم. هول مدل رو انتخاب میکنید، تیک اینم بر میدارید و این پایین find contact pair رو میزنید. خب اینجا ما چیکار کردیم؟ اومده 4 تا
تماس برای شما شناخته، یعنی داریم میگیم جسم شما در 4 نقطه، در 4 سطح این اجسام با هم تماس دارن. این دو تایی که قرمزن اینا اشتباهن، اینا دو تا سطح اشتباه شناخته. بنابراین میاد اینایی که این صفراش قرمزه چیکار میکنی؟ اینو انتخاب میکنی، بعد روی این علامت در واقع پاکونی که اینجا هست دیلیت کانتکت پیر میزنی، اینو پاک میکنی، بعد این یه دونه قرمز هم میای روش این پاکونه رو دوباره میزنی، اینو پاک میکنی. کانتکت های شما این دوتا. حالا از چه نوعی باید باشن؟ میای روی قسمت تایپ این بالا یه دبل کلیک میکنی، میگی که میخوام اینا تای باشن، اینا باید میخوام از نوع در واقع مقید باشن. تای رو انتخاب میکنی، اوکی میزنی، روی قسمت اجاست اینجا یه دبل کلیک میکنی، این تیکو برمیداری، اوکی میکنی و در نهایت هم اینجا چی؟ اوکی میکنی. این پس این دو تا تماس در واقع تماس فنر با دیواره بالایی و دیواره پایینی رو برقرار میکنی و اوکی میکنی. این کانتکت ها ساخته میشن. حالا اینجا من اوکی نمیکنم چون من قبلا ساختم. حالا شما اینجا علاوه بر این کار دیگه که باید انجام بدید، شما دو تا جسم ریجید دارید. اگه خاطرتون باشه ما تا اینجا در مورد ریجید ها هیچ چیزی رو تعیین نکردیم، ما فقط دو تا پارت ریجید وارد مدل کردیم. کاری که شما باید اینجا تعیین کنید، کاری که باید اینجا در واقع انجام بدهید چیه؟ اینه که شما اینجا باید به نرم افزار خالی کنید که این دو تا جسمی که من به عنوان ریجید آوردم اینا ریجید هستن. توی حل اینا رو باید به عنوان جسم ریجید بگیری، یعنی انتظار نداشته باشی من برای اینا مثلا خواص مواد تعریف کرده باشم، مدول الاستیسیتی تعریف کرده باشم. اینا ریجیدن، اینا مثل سنگن که اصلا هیچ تغییر شکلی ندارن. برای این کار اولین کاری که انجام میدید، میایید در قسمت تولز و در قسمت رفرنس پوینت یه دونه نقطه مرجع برای هر کدوم از این دیوارها شما باید تعریف کنید. حالا اون نقطه مرجع رو هم مثلا هر جایی از جسم باشه مشکلی نیست. من مثلا ترجیح میدادم که نقطه مرجع رو دقیقاً توی وسط بگیرم. شما میتونید هر جایی بگیری. برای اینکه مثلا توی وسط بگیرم، اول میام تو قسمت داتوم، خب داتوم رو میزنم تولز، داتوم رو میزنم تو قسمت پوینت، میگم که یک پوینت بیا ایجاد کن کجا؟ offset between two points. یه پوینت بیاد مثلا midway between two points، یعنی یه نقطه بین دو تا نقطه‌ای که من مشخص میکنم دقیقاً وسطشون به یه نقطه مشخص کنم. من یه نقطه مثلا این نقطه رو مشخص میکنم، بعد این نقطه رو مشخص میکنم، این دقیقاً میاد در مرکز دیواره شما یک نقطه مجازی تشکیل میده. خب برای اینکه این کار رو انجام دادی، الان میتونی رفرنس پوینت رو دقیقاً بذاری رو وسط. باز میذارم تولز، رفرنس پوینت و حالا میگه رفرنس پوینت کجا باشه، میام دقیقاً اون نقطه مجازی که نقطه مجازی که ساختم روش میام، حالت انتخاب شده قرمز رنگ میگیره، کلیک میکنم، رفرنس پوینت اونجا ساخته میشه. چیزی که الان شما میبینید کاملا ساخته شده، RP 1 رفرنس پوینت 1. این همین کار رو برای دیواره پایینی هم انجام میدم. یعنی من توی این مدل دو تا رفرنس پوینت تعریف میکنم، یکیش مال دیواره بالایی، یکیش مال دیواره پایینی. اینجا رفرنس پوینت 2. خب حالا میام چیکار میکنم؟ توی قسمت create constraint کلیک میکنم. البته قبل از اینکه این مرحله رو انجام بدیم شما میتونیم مش مدلت رو هم زده باشه. منتها حالا من مش رو در ادامهش میزنم. اینا که وقتی create constraint رو انتخاب کردید، بعد میاد کدوم انتخاب میکنید؟ rigid body رو انتخاب میکنید، continue. حالا rigid body من میخوام در واقع گفته که بادی در واقع اون ریجن تایپ تو چجوری میخوای انتخاب کنی. من میخوام به این صورت انتخاب کنم، بادی الیمنت، یعنی اون جسم ریجیدی که دارم اونو قبلا مش زدم، حالا میام مشش رو انتخاب میکنم. بنابراین تو این قسمت رو ما الان نگه میداریم، میریم مشمون رو میزنیم، برمیگردیم. چون اینجا باید مش رو داشته باشیم. قسمت مش تو قسمت مش واله 1 میایم. اول این قسمت رو می‌بینیم اساین مش کنترل، مش کواد می‌زنیم، 4 در واقع مش 8 وجهی و
تکنیکش هم از نوع استراکچرال این سبز رنگه انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. بعد میایم کدوم قسمت assign element type، روی این قسمت اینو کلیک میکنیم. یه نوع اونو بیشتر نداره، discrete rigid element، یعنی من میخوام این والمو با discrete rigid element مش بزنم. این خیلی راحت انتخاب میکنیم. بعد روی گزینه اول سید پارت اندازه دانه بندیمون رو تعیین میکنیم. مثلا من اینجا تعیین کرده بودم نیم، این دیگه متناسب با اون جسمی که داری این رو شما تعیین میکنید که دانه بندی. مثلا من تعیین کرده بودم نیم، اینو تعیین میکنید، اوکی میکنید و در نهایت تو این قسمت مش پارت اینو که بزنید اینجا اوکی مش پارت ظاهر شده، یه سو که بزنید جسمتون به این صورت مش میخوره. همین روند رو در مورد وال 2 هم انجام میدید و حالا که توی مش اومدیم مش اسپرینگمون رو همینجا میزنیم. در مورد اسپرینگ مشی که شما باید بزنید به دلیل اینکه اینجاش کاملا مثل فرآیند قبل اساین مش کنترل اینو میزنم. بعد میام چپ کلیک رو میگیرم، کل این اسپرینگ رو انتخاب میکنم. بعد اینجا این دان رو میزنم، این صفحه ظاهر میشه. میگم یه مش تت از نوع آزاد برای من بزن روی این، چون هندسه درست حسابی نداره. اوکی میزنم. بعد که اوکی زدم میام تو قسمت assign element type، مجددا با چپ کلیک تمام اسپرینگ رو انتخاب میکنم. اینجا دان رو میزنم. وقتی دان رو زدم میخوام به چه صورت مش بخوره؟ میخوام مش استاندارد از نوع لینیر خطی و 3D استرس، این سه تا آپشن انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. حالا تو این قسمت مجددا سید پارت، من اینجا سید پارتی که انتخاب کرده بودم من 800 انتخاب کرده بودم، 800 رو اینجا وارد میکنم، اوکی میزنم و در نهایت میام رو قسمت مش پارت رو میزنم و اینجا یه سو که بزنم این مشی که الان شما اینجا میبینید، این مش تولید میشه روی اسپرینگ. بنابراین من الان جسمم کامل مش دادم. حالا برمیگردیم قسمت اینتراکشن. تو قسمت اینتراکشن الان اینجا شما شو نیتیو مش رو نشون بدین اون مشی که تولید کردین اینجا کاملا براتون نشون میده. خب تو قسمت اینتراکشن مجددا همونجوری گفتم create constraint rigid body continue. حالا من میگم که اون rigid body رو به صورت المنتی انتخاب میکنم. میارید روی body element کلیک میکنید، بعد روی edit selection روی این فلشه کلیک میکنید، میارید کدوم انتخاب میکنید؟ روی در واقع این کاملا مشخصه این قسمت در دیواره شماره 1 که داری انتخاب میکنی، دانو میزنی. اینجا کاملا فهمید که شما کدوم رو میخواید بگیرین به عنوان جسم ریجید. چیز بعدی که باید انتخاب کنید رفرنس پوینت. اون رفرنس پوینتی که تعریف کردیم این رو باید الان مشخص کنیم. رفرنس پوینت میریم روی این فلشی که اینجا هست کلیک میکنیم، برای همین دیواره رفرنس پوینتش کدوم بود؟ این بود. وقتی بیای روی این رفرنس پوینت ببین کاملا وقتی که میای روش این هایلایت میشه، حالت قرمز رنگ پیدا میکنه. وقتی که هایلایت شد یک کلیک میکنی کاملا مشخص میشه. اینجا میخوره پیک انتخاب شد، بعد اوکی میزنی. با این کاری که شما انجام دادی کل اون جسم ریجیدتون نمایندهش رو میاد میگیره چی؟ این رفرنس پوینتی که تعریف کردی. یعنی انگار از نظر نرم‌افزار اون جسم ریجیده اصلا نیست، انگار نمایندهش اینه. اینجا من این کار رو برای شما انجام دادم. اگر شما توی در واقع کانسترینت منیجر بیایید، این دوتا همون کانتکت های بالا پایین فنر با دیواره ها هستن که ما قبلا ساختیم. این دوتا ریجید بادیان چیزایی که الان ما ساختیم. کانسترینت 3 مشاهده میکنید که این رفرنس پوینت تو این دیواره است. کانسترینت 4 این دیواره و این رفرنس پوینت. تمام. پس ما الان کارمون ماژول اینتراکشن هم تموم شد. میریم تو ماژول لود. حالا باید بارگذاری کنیم. توی قسمت بارگذاری کارهایی که ما باید انجام بدیم به این صورته. ما اولا یه دونه اول میریم تو قسمت باندری کاندیشن، شرایط مرزی. ببین شرایط مرزی که من برای شما تعریف کردم به این صورته. من 4 تا شرط مرزی برای شما تعریف کردم که حالا دونه دونه توضیح میدم براتون هر کدوم.
چجوریه؟ ببین اولا شما باید دیواره های بالا و پایین رو شرط مرزی روش بذاری. این دیواری من میخوام بارگذاری رو در اون نیروی فشاری که دارم روی این قرمزه، روی این دیواره قرمزه اعمال کنم و این دیواره پایین رو میخوام این دیواره ثابت باشه. بنابراین میام چیکار میکنم؟ خیلی راحت لودی که در واقع این باندری کاندیشنی که اومدم ایجاد کردم اینجوری بوده. اومدم گفتم که کلیک میکنم روی کرییت باندری کاندیشن، میگم که میخوام از نوع سیمتری آنتی سیمتری انکستر باشه. اوکی، کانتینیو رو میزنم. حالا میگه کجا رو این قرار رو کدوم اعمال بشه. این دیسمیس رو میزنم. کدوم انتخاب میکنم؟ خیلی راحت همون رفرنس پوینت 2. وقتی شما رفرنس پوینت 2 رو انتخاب کنی، یعنی چون تو قسمت اینترکشن تعریف کردی که این رفرنس پوینت 2 یعنی کل این دیواره. بنابراین وقتی که من اینجا بزنم رفرنس پوینت 2 و دان رو بزنم، انگاری که من دارم این باندری کاندیشن رو به کل این سطح این دیواره‌ای که اینجا شما می‌بینید، به کل این سطح انگار دارم اعمال می‌کنم. اینو میزنم. بعد از نوع انکستر میخوام تمام درجات آزادی این دیواره رو ببندم. انکستر میزنم، اوکی میکنم. کاری که اینجا شما دارید میبینید من انجام دادم. تو قسمت منیجرش که برید، اولین باندری کاندیشنی که هست اینه. یه دبل کلیک روی این قسمت کرییتد بکنید، میبینید من اومدم این رفرنس پوینت رو بستم، تمام درجات آزادیش هم بستم. این همین کار رو شما برای رفرنس پوینت بالایی انجام میدید، منتها تفاوتی که داره اینجا من نمیخوام دیگه درجه آزادی که در راستای تغییر شکل فنر هسته رو ببندم، چون میخوام اینجا لود بذارم، فشار بذارم و میخوام فنرم تغییر شکل بده. بنابراین در اینجا مجددا میام همون کرییت باندری کاندیشن رو میزنم. این دفعه به جای اینکه سیمتری آنتی سیمتری انکستر انتخاب کنم، از نوع دیسپلیسمنت روتیشن انتخاب میکنم. چرا؟ چون میخوام یک دیسپلیسمنت رو باز بذارم، آزاد بذارم. این رو دیسپلیسمنت روتیشن انتخاب میکنم، کانتینیو رو میزنم. مجددا میام مثل دفعه قبل رفرنس پوینت 1 رو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم. حالا با توجه به دستگاه مختصاتی که دارم اینجا مشخص هست، من میخوام این صفحه بالایی در راستای ایکس بتونه حرکت کنه. خیلی عالی. من میام اینو باز میذارم، سایرین رو میبندم. وقتی که تیک کنارش میزنی یعنی اینو بسته شد، این درجه آزادی بسته شد، مقدارش صفره. به جز شماره 1 U1 بقیه رو میبندم، اوکی میزنم. این کاری بوده که من اینجا برای شما انجام دادم. درجه آزادی وقتی که روی باندری کاندیشن شماره 2 کلیک کنید، ببینید من این باندری کاندیشن روی رفرنس پوینت 1 اعمال شده. U2 U3 UR1 UR2 UR3 دستش رو فقط U1 بازه، یعنی این فقط تو این صفحه اجازه داره توی این راستا حرکت کنه. کاملا منطقیه. خب باندری کاندیشن بعدی که تعریف شده، برای این قسمت به قول شما سنگ خورده فنر تعریف شده. این رو هم عیناً مثل باندری کاندیشن قبلی تمام درجه به صورت همونجوری که باندری کاندیشن های قبلی رو ما تعریف کردیم، این هم عیناً همون فرایند رو میرید، فقط این دفعه این سطح رو انتخاب میکنید. خیلی راحت این سطح رو انتخاب میکنید، این سطح بالایی فنر. برای اینم عیناً مثل همون صفحه رویش تمام درجه آزادی الا U1 رو میبندید. چون من این کار رو انجام دادم برای اینکه گارانتی کنم که فنر شما دیگه مثلا در راستاهای دیگه حرکت نکنه، کاملا حرکتش صرفا در راستای X باشه، در راستای طولی باشه. و همچنین درجه آزادی بعدی. درجه آزادی بعدی به این صورت هست که برای تو صفحه پایینی این قسمت پایینی فنر، این قسمت هم شما به همون صورت انتخاب میکنید و این دفعه از نوع انکستر انتخاب میکنید. این قسمت دیگه بخش پایینی فنر مثل همون صفحه متناظره، مثل این وال متناظر، اینجا کلا درجات آزادی باید همه بسته بشه، اینجا کلا باید ثابت بشه، تمام درجات آزادی رو میبندید. خیلی راحت. پس ما الان کل باندری کاندیشن ها رو اعمال کردیم. چیز دیگه که میمونه، یه چیز دیگه باید تعریف بشه، لوده. اون فشار، اون نیرویی که باید بذاره، اونم خیلی راحت تعریف میکنیم. میگیم آقا ما یک نیرویی میخوایم، شما قسمت کرییت لود کلیک میکنید، بعد میاد این استپ رو میبرید روی استپ 1، میزنید توی قسمت مکانیکال پرشر رو انتخاب میکنید، روی کدوم سطح،
کل این سطح وال بالایی رو انتخاب میکنید، دان رو میزنید. حالا از شما میپرسه که کجا، اینجاییش که بنفش شده یا اینجایی که قهوه‌ای شده، شما میگید اینجایی که قهوه‌ای شده، من خواهم رو بالاش انگال بشه. براون رو میزنید، خیلی راحت. مقدار فشار مورد نظرتون رو بر حسب مگاپاسکال، اینجا چون سیستم میلیمتری داریم میریم، هر عددی که شما اینجا وارد کنید نرم افزار اینو از مگاپاسکال میدونه، اینو بر حسب مگاپاسکال وارد میکنید. این کار رو من برای شما انجام دادم. اگه روی لود منیجر کلیک کنید ببینید من اومدم این صفحه رو انتخاب کردم، یک پرشر بهش وارد کردم، کاملا هم یونیفرم هست، به اندازه چقدر 1/100 مگاپاسکال. این پرشری بودی که به صورت دلخواه من وارد کردم، 1/100 مگاپاسکال و اوکی. الان این مسئله شما همه موارد مورد نیاز برای حل رو داره، هم هندسه وارد شده، اسمبل شده، تمام در واقع تماس ها و کانتکت ها و قیود و ریجید بادی و از به حضور شما باندری کاندیشن و لودینگ و استپ و همه تنظیمات هر روش انجام شدن دیگه. در نهایت الان شما هیچ کار دیگه نباید انجام بدید، فقط میید توی جاب، توی قسمت کرییت جاب کلیک میکنید، اینجا هر اسم دلتون خواست میذارید، سورسش هم همون در واقع اسمی که این مدلتون داشته، سورسش هم از نوع مدله، برای کدوم مدل یک، این مدل یکی که اینجا من دارم، کانتینیو رو میزنید. خیلی راحت. حالا بر حسب اینکه اون لپتاپ یا کامپیوتری که شما دارید سی پی یو اینش چقدر، رمش چقدره، میتونید بیاین تو این قسمت در واقع پارالیزیشن بزنید، مثلا اینو فعال کنید، بزنید یوز مالتیپل پروسسور. مثلا من سیستمم 8 سی پی یو داره، میزنم 8 تا که مثلا سریعتر حل بشه. حالا شما اون دیگه سی پی یو هر جوری که سی پی یو شما هست همون رو انتخاب میکنید، میاد تو قسمت مموری اینم میذارید روی 90% و اوکی میکنید. وقتی اوکی کردید یه همچین جابی، وقتی که توی جاب منیجر کلیک کنید یه همچین چیزی برای شما ساخته شده، یه جابی ساخته شده روی مدل 1 که حالا مثلا حل برای من حل شده، حالا مثلا برای شما حل نشده. برای حلش خیلی راحت سابمیت رو میزنید و نرم افزار شروع میکنه به حل کردن. الان من اینجا این کار رو انجام دادم. این چون یه خورده مشه فنر هم ریز زده شده، یه خورده شاید مثلا اگه رو یه کامپیوتر مثلا ضعیف یا لپتاپ چیزی بخواید حلش کنید یه خورده طول بکشه. سابمیت رو من زدم، مثلا حل شده. برای دیدن نتایج ریزالت رو میزنم، وقتی ریزالت رو زدید میام روی این قسمت پلات کانتور میزنم، خیلی قشنگ و راحت. اینجا کاملا داره به شما نشون میده که شما ماکسیموم دیسپلیسمنتی که فنرت داشته برابر بوده با 3.247 میلیمتر که اینو میتونی حالا چه به صورت فیلم، به هر صورتی که بخوای، به صورت فریم میتونی ببینید. الان ما مثلا نمای دیدمون رو تنظیم میکنیم، ببینید خیلی قشنگ فنر شما به این صورت فشرده شده. ماکسیموم جابجایی 3.247 میلیمتر.